سلام و صلوات میفرستیم بر مردم تاجیکستان. آنچه شما شاهدون هستید در واقع بعثت مردم هست، مردمی که در ادامه بعثت انبیا، اولیا و انسیا دارن وظایف خودشون رو برای دفاع از اسلام و مسلمین در واقع به مظنه ظهور میرسونن. ما شاهد حوادثی هستیم در این دوران که خطر بزرگی رو صلح و امنیت جامعه جهانی رو داره تهدید میکنه و پشت سر همه این حوادث کسانی هستند که فلسطین اشغال کردن و قصدشون هم این هست که ناامنی و جنگ رو در منطقه حاکم کنند. این سری اقدامات میتونه صلح امنیت بین‌المللی رو به خطر بندازه و ملت مسلمان ایران احساس میکنن وظیفه دارن در دفاع از ولی امر مسلمین، در دفاع از مسلمین نقش خودشون رو در این بره از تاریخ به خوبی عمل کنند. ما درود و سلام و صلوات میفرستیم بر مردم تاجیکستان، همه عزیزان ما در شمال شرقی کشور ایران که در این حوادث هم در جنگ 12 روزه و هم در جنگ 40 روزه‌ای که اتفاق افتاد از امت اسلام پشتیبانی کردند و کمک‌هایی هم از اون مناطق برای این ملت ارسال شد. امید داریم که بتونیم با استقرار کامل نظام توحیدی اسلام بر ایران و کمک به کشورهای منطقه صلح امنیت ملی، منطقی و بین المللی رو تضمین بکنیم و آمریکایی‌ها رو از منطقه به عنوان یک عامل مزاحم اخراج کنیم ان شاء الله تعالی و فلسطین هم به دامن امت اسلام برگردد.